خب بچه همینطوری که میبینید اینجا من AK-117 دارم متیک. اینجا میبینم گان لجند دارم که فکر کنم اسمش یادم رفت. اینجا که داشتمون اینجا انمی میخواد منو کیل بده، اما من یه کار هوشمندانه انجام میدم. اینجا کم میکنم، یهویی که به جلو نگاهی من میام با AK-117 میزنم و دراپش میکنم. تصمیم میگیرم که با گان لجنده بکشمش. کار هوشمندانه است. بعدش اونجا یه داشتمون یه پروپلیر بود، اینجا AK-117 داشت، من اونم برداشتم، گان لجندر رو خودم کنن داشتم. خب بعدش خواستم این ویدیو رو به شما نشون بدم دیگه. خلاصه مطلب این یه هوشمندانه ارزی بود. ولی من حسابم کاشم اینها گان متیک و گان لجند. AK-117 هم متیک دارم اینجا. باشه همه یه نوبی. چرا نوبم؟ چون که من گان اپیک دارم نه متیک و لجند. الان یه دونه این لجندره دارم، وان دی متیک. خب یعنی تا فردا میره. خب و من برای این که براتون ثابت کنم، من این شات رو براتون تقدیم کردم که ببینید که من فقط برای اپیک اینا نمیخوام. برای همین اینا رو این شات رو براتون تقدیم کردم.